This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now. Reporting district. Division plus Master B. Prepare for launch in 3, 2, 1. سلام دوستان، وقتتون بخیر. در ارتباط این آموزش که توی کانال تلگرام قرار داده بودم، نکتهش اینه که فیل سیاه رنگ حریف باید محدود بشه. حالا این فیل از طریق 3-8 یا B7 میتونه حرکت کنه. من اول حرکت‌های اسب رو توضیح میدم. مثلا اگه اسب رو به قسمت‌هایی که نشون دادم ببریم، البته خونه C4 نمیتونه بیاد چون با پیاده میزنیم، یا مثلا توی 3-6 کیش بدیم که شاه حریف خونه B6 میاد و بعد از اینکه اسب رو مجدد برداریم این پوزیشن مساوی میشه. حرکت‌ها رو برمیگردونم. در صورتی که اسب به خونه D7 هم بره، فیل سیاه میتونه به خونه B7 بره و با آوردن خودش توی قطر کاملا بازی رو سیاه میتونه حفظ کنه. پس حرکت‌های اسب نمیتونه درست باشه. میمونه حرکت‌های شاه. یه دونه شاه C5 باید بررسی بشه، یه دونه شاه C6، یه دونه شاه C7. حرکت شاه C7 و شاه C6 با 2 تا طرح مختلف نتیجه بازی رو به برد میرسونه. اما حرکت شاه C5 پوزیشن باز مساوی میشه. بریم شاه C5 رو ببینیم. نگاه کنید، میتونه فیلش رو به خونه C8 ببره و بعد دقیقاً همون طرح رو بازی کنه. نگه داشتن فیل توی این قطر، چون طرح شما حتی این پیاده رو هم بگیرین، یعنی یکی از پیاده هامون با این پیاده از بین بره، سیاه فقط این فیلش رو در وقت مناسب به این پیاده بزنه، باز هم با یه اسب شما نمیتونید مات کنید و بازی مساوی میشه. حالا مثلا من چند تا حرکت برم. نت هم ضعیفه و میبینید که نمیشه، اتفاقی رقم نمیخوره، بازی مساویه. برگردیم عقب. خب یه حرکت هم عقب‌تر. خب اینجا حرکت شاه C7 میشه بازی بشه. نگاه کنید، بعد از حرکت شاه C7 سیاه فیلش رو نمیتونه حرکت بده، مجبوره که شاهش هم که حرکتی نداره، مجبوری که پیاده جلو بازی کنه. اینجا وقتی پیاده جلو رو اومد، ما طبیعتا با این پیاده باید پس بگیریم. الان من نتم یکم ضعیفه. شاه میاد سمت راست و اینجا قصد داره که شاهش رو به خونه آسه برسونه و آسه رو بگیره و فیلش رو به این پیاده بزنه، بازی مساوی بشه. اما سفید با یک ادامه زیبا من اینور باید بیاد، اما خب این راه رو اومده، بازم فرقی نمیکنه چون میخواستم که به هر ترتیب پیاده جلو رو بازی کنم. میگیرم و در انتها این پیاده رو وقتی گرفتم میتونم اون که پیاده رو وزیر کنم و بازی رو ببرم. فقط از اینجا بازی رو ببینیم. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تاب طوفان ندارد. آنکه لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران
جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون و لیلا به جا مانده، از مستی و مینا و می اشکی به ساغر مانده. بریم ادامه حرکت شاسه 6 هم ببینیم که شاسه 6 هم برنده است، اما خب اجازه میده که فیل حریف از طریق 38 بیاد تو جریان بازی. نگاه کنید شاسه 6 فیل 38، بعدش اسبش رو به خونه D7 میبره و یه جورایی در ادامه اجبار میکنه سیاه رو که تعویض کنه. بریم این پوزیشن رو بازی کنیم. الان مثلا من نمیخوام اجازه بدم که فیلش رو به قطر H3 بیاره، پس اسب رو میبرم اینجا محدود میکنم. زدن این اسب هم به نفع منه. خب من اجبارا میخوام این کار رو بکنم که بزنه. نگاه کنید وقتی شاه رو بیارم اینجا، اگه بیاد اینجا که با اسب کیش میدادم بعد میگرفتم، پس مجبور شد که بزنه. حالا بازی اند گیم شاه سفید رو به برد میرسونه. نگاه کنید This is a dangerous group, and the groups that we're dealing with now. Reporting district. Division plus Master B. Prepare for launch in 3, 2, 1. این بود از تفسیر این پوزیشن. امیدوارم که نهایت استفاده رو از این وضعیت برده باشین. فقط در انتهای موضوع من آنالیز بورد انجین هم بهتون یه تحلیل نشون بدم. نگاه کنید در این قسمت پوزیشن فقط شاسه 6 و شاسه 7 برتری رو برای سفید میذاره. بقیه لاین ها شاسه 5 و اسب 7 و اینا همه مساویان. این دوتا لاینی که میبینید لاین برنده بودن. خسته نباشید.